البته من در آن دوره که گورباچوف به سر قدرت آمد و یکی از آن کادرهای گویا که گورباچوفی هم گوییم خطا نمیکنیم من هستم، چون که انا بعدتر که یک گورباچوف به سر حاکمیت آمده بود، یعنی به حیث کاتب جنرالی KPSS بود، یک به اصطلاح روسی زلاتای کادر و رزرو گورباچوف بود. همون دوره ما از تاجیکستان نیز به 2 ماه یک سمینار کورس دعوت کرده بودند در اکادمی فنهای جمعیتی در مسکو. 2 ماه کورس داشتیم. ما 2 نفر بودیم، 2 نفر کاتب یکمی حزب کمونیستی نایه ها رئیسی، کاتب یکمی حزب کمونیستی اش بود و من بودم از به حیث کاتب یکمی کمیته پارتیوی ناحیه ونج. البته بسیار یک در اون دوره که بعد از یک سلسله راهبران اولی حزب کمونیست که همه از 70 زیاد بودند، یک جوان به سر حاکمیت آمدن، بسیار مردم بسیار به نظر نیک نگاه میکردن و بسیار دستگیری میکردن. مخصوص ایده همین پریسترویکا که اعلام کرده بود، مردم بسیار روح بلند کرده بود. در همه طرف کارها بسیار خوب انجام میرساندن و من وقتی که در اون دوره به حیث رئیس شورای ولایت بدخشان کوهی بودم و همچون راهبر یک ولایت یافته‌نامی در همون جلسه های شورای دولتی که گورباچوف اونا را دعوت میکرد، من اونجا اشتراک میکردم. همراه رحمتی قرار محکم میرفتیم. اینا از ریسپوبلیکا بودن، من از هم ولایت یافته‌نامی. بسیار نفوذش آب روی ولایت یافته‌نامی بسیار کلام بود. هم یک در مسکو از همون دوره همه وقت در همه جلسه هایی که ابتداً اشتراک میکردیم و بعداً که وقتی که من اجرا کننده وظیفه بودم، در همه جلسه هایی که شورای دولتی میگذراند و دیگر جلسه های میگذراند، من حتمی اشتراک میکردم به حیث اجرا کننده وظیفه راهبری تاجیکستان. و اولی کارش بسیار کاری خوب بود و بسیار من بار دیگر تکرار میکنم که مردم بسیار روح بلند کرده بود. و اما در آخر وقت که همین سالهای 91 شما میدونید که همین یک جریان دموکراتیکی با وجود آمد، بسیار کارهای میگذاشتن که گورباچوف همه اونا را اداره کردن نمیتونست و به همه شما معلوم است که وقتی که همون برای رفرندوم تیاری میدیدیم که آینده اتحاد شوروی چخیل باشد و ما از تاجیکستان ما 3 نفر همچون نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان در تهیه همون قراردادی داگوار میفتن، اسایوزم داگواری بودیم. خیلی همون دوره ما رفته بودیم. من با 2 تا بسیار دانشمند و عالمان تاجیکستان همراهی من 2 کس میکردن، رحمتی رشید کریمویچ بودن و بسیار حقوقشناسی ورزیده اشورگوی نومچ. 2 ماه همونجا ما تهیه کردیم، همه درست بود و به نظر من یک خاطره منفی که از گورباچوف دارم، همون کاری که به اتمام رساندیم، همون کشاله کرده عاقبت به برهم دادن اتحاد شوروی رساند. و شما در همون جلسه اخیری که یعنی به فروپاشی اتحاد شوروی
انجامید در یک نواری ویدیویی ما دیدیم که شما اینه در پهلوی آقای گورباچوف شما هم صحبت میکنید از همون حادثه یک یادآوری میکنید. البته اون دوره وقتی که یک جلسه را گذراندن گورباچوف بعد گفتن که همه راهبران جمهوری باید که یک دو سخن گویند درباره همین مسئله که شما یادآور شدید و البته منم یعنی موقع تاجیکستان در این باره من گفتم که تاجیکستان همه وقت طرفداری وی است، طرفداری اتحاد شوروی است و ما همین گفتیم که ما این طرفداری میکنیم و همین باید باشد. این بعد از گذراندن رفراندوم بود. به نظر شما نقش میخائیل گورباچوف در واقعه‌های فوریه سال 1990 تاجیکستان از چه عبارت بود؟ آیا نقش داشت در این حادثه ها یا نه؟ من فکر میکنم که نقش خاصی نداشت گورباچوف در اینجا، چون که اون دوره یک پروسس دموکراتیزیسیونی جمعیتی سر شده بود در همه جا و شما میدونید که یعنی نظریه دموکراسی در تاجیکستان بسیار ما از مسکو هم پیشتر رفته بودیم در اون دوره. بعد لیکن اکنون یک نظارت دولتی سستر که بود باعث آن شد که همین حادثه ها در آخر سال 90 این ما که بعدتر در تاجیکستان سر زدیم، لیکن این پیش از این در ازبکستان بود و در قزاقستان بود و در گرجستان بود و در دیگر دولت ها زیاد اینا گذرانده شده بودن. همین این نشانه آن بود که همین یعنی راهبریت مرکزی در محل ها سست عملی گردانده می شد. آیا او به طرح‌های استقلال خواهی همین جمهوری های شوروی چی نظر داشت؟ به فکر من نظر خوبی نداشت. با نگاه نکردد که میخواست که در محل ها زیادتر یک مستقلیت داشته باشند، لیکن خودش و در فعالیت کارش یعنی طرفدار آن نبود که محل ها استقلالیت خاصی به دست آورده. یعنی یک برتری خواه روس بود؟ یک برتری خواه روس بود. میخائیل گورباچوف در سیاست های روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی یگان تاثیر داشت یا نه؟ من فکر میکنم که از نوشتجات‌ها، از برآمدهای وسایل اخبار عموم و از برآمد سیاستمداران و دیگر مردمی همه جا که ما هم صحبت میشدیم هم گپ میشدیم، من فکر میکردم که همچنین یک شخصیت یکون تاثیر نمیگذاشت در عموما سیاست دیگر دولت های پس شوروی نداشت به فکر من. اما سری محبوبیت در غرب چیست؟ سری محبوبیت شمین که همین قدر کاری که غربی ها میخواستن به دست گورباچوف رو با آخر گرفتن. عاقبت یک دولتی ابرقدرت که غربی ها با اون هیچ زورشون نمیرسید و به دست گورباچوف از بین رفت. این محبوبیت بسیار کلان دارن ما، چون که این مثال برای اکثریت مردم این یک شخصیت بسیار منفور است، برای اینکه این همون سیستم از ساخت دولتی که سالهای دراز از اون یک افتخار داشتیم ما مردم همون رو برهم داد. اگر در یک جمله میراث سیاسی و تاریخی گورباچوف اگر شما فرموله بندی کنید چگونه فرموله بندی میکنید؟ اکنون این حاجت به فرموله بندی نیست، چون که عاقبت فعالیت گورباچوف و از بین رفتن یک دولت ابرقدرت بود. برای همین من به طور منفی اینا گفتی خودم فرموله بندی میکنم.